با نام و یاد خدا. 3 ابزار کاربردی هوش مصنوعی که در بالین می توانند به تصمیم گیری، تشخیص و مستندسازی کمک کنند. اولین ابزار گلس AI است. این سامانه به شما اجازه می دهد اطلاعات بیمار را به زبان طبیعی وارد کنید و بلافاصله فهرستی از تشخیص‌های افتراقی و پیشنهادهای درمانی دریافت کنید. ویژگی جالب آن این است که شما لازم نیست فرم خاصی پر کنید، بلکه کافی است شرح حال بیمار را بنویسید. همچنین این ابزار به کتابخانه‌ای از تجربیات جامعه پزشکی متصل است و می‌تواند برای آموزش رزیدنت‌ها هم مفید باشد. این ابزار در بسیاری از کشورها در دسترس است، اما نسخه رایگان آن محدودیت‌هایی دارد. نسخه کامل یا حرفه‌ای سالیانه حدود $140 قیمت دارد. ابزار دوم رد AI است. ویژه رادیولوژیست هاست و کارش این است که بخشی از گزارش‌های تصویربرداری را به صورت خودکار تولید کند. این کار هم دقت را بالا میبرد و هم خستگی ذهنی رادیولوژیست را کاهش میدهد. این سامانه امکان ادغام با سامانه پکس را نیز دارد. اما ابزار سوم UpToDate لگزی دراگ است. این سامانه اطلاعات دارویی بروز و مبتنی بر شواهد را ارائه می دهد. شما می توانید درباره داروها، تداخلات، عوارض جانبی و گزینه‌های درمانی جستجو کنید. این ابزار با UpToDate ترکیب شده و جستجوهای پیشرفته‌ای با کمک هوش مصنوعی انجام می دهد. نسخه اسنشیال حدود $128 و نسخه پروفیشنال حدود $178 در سال هزینه دارد.